زمان بگیریم. کاپوت بسته، نگاه کن. فقط با یه دونه سیخ جیگر ساده کاپوت به راحتی باز میشه. دیدی؟ حالا راهکارش چیه؟ ببین نگاه کن، اینجا 4 تا پیچ داره که فیلمش هم حالا تو پیج گذاشتم، میتونی نگاه کنی. جلو پنجره در بیارم بهت بگم. نگاه کن، کاپوت بسته است. سارق اومد یه دونه سیخ جیگر انداخت، کاپوتو راحت بازش کرد. حالا راهکارش چیه؟ ما خودمون یا قفل کاپوت میبندیم یا از این محافظا میبندیم. حالا شما اگر هیچ کدومشو نداشتید، اینجا یه دونه پیچه، بازش کنید. یه محافظ این شکلی، یه قطعه آهنی که اینجا شیار داشته باشه بزن این قسمت، اینجا دیگه سارق نمیتونه باز کنه. قفل بسته، سارق میاد یه پیشگوشی میندازه از اینجا، میزنه در ماشین باز میشه. حالا من بزنم آژیرش قطع شه. ببین ما خودمون از این محافظا میذاریم. حالا شما اگر نداشتید این قسمت رو نگاه کن، یه دونه جای سوراخ قشنگ، اینجا رو یه دونه پرچ بذار، اینجا رو یه پرچ بکن، دیگه سارق نمیتونه این زیر باز کنه. صندوق رو نگاه کن، این صندوق رو میبندیم. سارق وقتی صندوقت بسته است میاد از این سوراخ از زیر با یه سیخ میزنه، صندوقت رو راحت بازش میکنه. 2 تا کاری که باید انجام بدی، یکی یه دونه پرچ یه دونه خار 2000 تومان یا یه دونه پرچ بزنی این قسمت، یه دونه محافظ است که خودمون نصب میکنیم میذاریمش اینجا، 2 تا پیچو با میکنیم میزنیم اینجا که تو با یه حلب روغنی هم میتونی همچین قطعه‌ای رو درست کنی. من هم یکی 2 روز دنبال کنی یه کاری میکنم دوز نتونه نزدیک ماشینت شه، چه برسه یه چی بخواد ببره داداش.